به جای برنج جو بخورین؟ من توصیه میکنم الان که از نظر قیمت یه مقدار برنج گران هست، مسلماً جو میتونه کمک بکنه نسبت به خواصش الان ارزانه. از گندم و برنج غذاییتش کمتره، به همین دلیله که میتونیم برای رژیم لاغری استفاده بکنیم. غذای کافی دارد، نه اینکه غذا نیست. پس میتوانیم یکی از برنامه‌های سبد غذایی روزانه جو باشه. مگه میشه همیشه برنج باشه؟ جوی خشکیده حضرت کند انداخت تو کاسه آب، تو انداختن تو کاسه آب، فرمود ورش دار بخور. یه نگاهی کرد، حالا امیرالمومنینه، یه تیکه نون جوی خشکیده حضرت میندازه تو کاسه، میخوره تر میشه. ظاهرش اینه دیگه. خب حضرت همین، حضرت فرمود ورده بخور. میگه دست کردم تو کاسه آب، نون جو رو تو کاسه آب گرفتم، از کاسه آب که بیرون آوردم دیدم نون جو نیست، یه تیکه مرغ بریون شده است. جو سبوسدار اگر 2 بار شب تا صبح رو ورم سرطانی بزنی ها، ورم سرطانی میخوابه. ما یه ملتی هستیم که به این گرسنگی خودمون عادت کردیم. ما یک وقت غذا میخوریم. جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم کافی است. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست.